سلام. یک آموزشی که از ما درخواست داشته بودین براتون پر کنیم ساخت کیف پول ریپل با درج تی بود که میایم با هم دیگه این آموزش رو میبینیم. توی درج وان ریپل به صورت مستقیم تو شبکه خود ریپل پشتیبانی نمیشه و فقط درج تیه که ریپل رو به صورت مستقیم روی خودش نگهداری میکنه. برای درج وانیا باید ریپل رو به صورت ربط توکن توی شبکه بایننس نگهداری کنن که آموزش ما جداگونه براتون میذاریم. الان آموزش ریپل در درج تی رو داریم. روی سیستم وارد میشیم. قسمت سمت چپ من رمزمو میزنم کیف پولم وصل بشه. قسمت سمت چپ اکانت رو اضافه میکنم و اینجا میبینید که ریپل رو برای من نوشته. ریپل لجر به معنای کیف پوله. فکر نکنید منظور اینجا کیف پول لجره. این یعنی اکانت لجر رو، اکانت ریپل رو میخواد روی کیف پولتون بسازه. من اینجا اکانت ریپل رو انتخاب کردم. میگه که حتما باید حداقل یک ریپل من به این کیف پولم منتقل کنم تا اکانت ریپلم فعال بشه. توی قسمت ریسیو میزنم. این آدرس ریپل منه. آدرس ریپل با آر شروع میشه. روی سیستم روی خود کیف پول درج تی هم اینو میبینم، کانفرم میکنم. روی سیستم هم دارم آدرسش رو میبینم، یکسانه، درسته، تایید میکنم، کپی میکنم و الان اگر من بخوام ریپل منتقل کنم به کیف پولم کافیه که این آدرس رو انتقال بدم توی صرافی یا توی تراست یا هر جایی و اینجا توی قسمت اوورویو تمام تراکنش‌های من دیده میشه. برای سند کردن ریپل هم کافیه اونجایی که میخواین ریپل سند کنین آدرسی که دارین میخواین انتخاب کنین که بفرستین رو بزنین. یه نکته مهم که حتما ممو یا حتما دیستینیشن تگ هم بذارید براش. یه تگ اینجا بذارین که مشخص باشه که شما میخواین این مقدار ریپل رو به این آدرس بفرستین. اینجا تو قسمت واتیز دیسک برین کامل توضیح داده که این یک ممو یا همین تگ دیسکریپشن چیه، یه یونیک آیدنتیفایر، یه چیزی یونیکیه که شما خودتون تعیین میکنین و با این تگ یونیک باعث میشه که تراکنش شما توی شبکه قابل رصد و ردیابی راحت تری باشه. اگر سوالی داشتین حتما اینجا برامون بذارین.